به نام خداوند مهربان. خدمت دوستان عزیز و گرامی، کسانی که صدای ما را میشنوید، قبل از هر چیز به خانواده امینی بابت کشته شدن ژینا امینی تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال می خواهم که به همه آنان صبر و شکیبایی عطا کند، عطا فرماید و امیدوار هستم خداوند متعال آنان را یاری دهد که بتوانند برای دادخواهی ژینا خانم که اکنون به یک رمز بزرگی بدل شده است و تمام ایران خود را دادخواه می دانند و خود را حق دادخواهی را به خود داده اند و در واقع این ظلم و جنایت بزرگ تمام ایران را داغدار نموده، به ویژه مردم عزیز کردستان و به ویژه مردم شریف سقز و به ویژه خانواده امینی که ما تمام ایرانیان در این درد و رنج در واقع شریک شما هستیم و از روزی که این اتفاق افتاده ما هم آرام نگرفته ایم و همچنان پیگیر هستیم، اوضاع را دنبال میکنیم، اخبار را دنبال میکنیم و در واقع به قول یکی از خبرنگاران میگفت یا تحلیلگران سیاسی میگفت ژینا خودش در واقع خوابید برای همیشه، اما یک ملت را برانگیخت و یک ملت را بیدار نمود. در اینجا حقیقت امر این است که ژینا مانند فرزند خود حساب میکنیم، مانند خواهر خود، هیچ فرقی نمی کند. امروز این حادثه برای ژینا پیش آمده، فردا برای ژینای دیگری پیش می آید. ژین و ژیان و ژینا همه به معنی زیستن و زندگی کردن و زندگی است. امروز ژین را از ژینا گرفتند، زندگی را از او گرفتند، اما اگر امروز مردم شریف ایران به فکر خود نباشند، ژیناهای دیگری را خواهند گرفت، همچنان که قبل از ژینا هم ژیناهای دیگری گرفته بودند. در اینجا من همچنان که عرض کردم تسلیت خودم را به خانواده امینی عرض می کنم و همچنین به تمام ملت شریف ایران و این وحدت و انسجامی که در میان ایرانیان شریف به وجود آمده در واقع شایسته این است که آن را به فال نیک بگیریم، بلکه بسیار بسیار ضروری است و باید بسیار حکیمانه و بسیار مدبرانه و بسیار با عقل و اندیشه درست کاری کرد که بهانه را در دست دشمن قرار ندهیم و هم تا به حال به صورت بسیار بسیار پسندیده عمل شده و تمام استانهای کشور الحمدلله برخاستند. اما من میخوام یک نکته را یادآور شوم. ژینا اولا الحمدلله از یک خانواده متدین کردستان بوده و خودش به حجاب دینیش حجاب داشته و حجابش هیچ مشکلی نداشته و اگر قرار باشد به خاطر همون اندازه، یعنی اون مقدار حجابی که ژینا داشته، اگر به خاطر همین اینها بخواهند
کسی را محاکمه کنند و آنچنان با او رفتار کنند، باید 90% مردم تهران و مردم ایران را به همین شیوه نابود کنند. 90% بیشتر، یعنی به نظر من 10% در تمام ایران وجود ندارد که حجابش از ژینا بهتر باشد. 10% فقط. پس یعنی چی؟ یعنی اگر ما در این 85 میلیون جمعیت ایرانی که داریم، یعنی شما ممکنه تنها کمتر از 10 میلیون پیدا میشه که حجابش از ژینا بهتر باشد. کمتر از 10 میلیون پیدا میشه که حجابش از ژینا بهتر باشد، یا بگویم حجابش به اندازه ژینا حجاب داشته باشد، نه اینکه بهتر باشد. که بهتر باشد مطمئنا به 5 میلیون هم نمیرسد، یعنی بهتر از ژینا داشته باشد. و اون کسی که به اندازه ژینا حجاب داشته باشد به 10 میلیون هم نمیرسد از یک جامعه 85 میلیونی. پس در نتیجه ژینا هیچ مشکلی نداشته. این اگر مشکل بسیار جزئی که داشته باشد میشه یک تذکری بهش بدهید، مخصوصا این که از شهرستان اومده. اگر شما منظورتون این نبوده چون از شهرستان اومده احتمالاً کسی ندارد و کسی متوجه نمی شود و ظاهراً نظرشون همین بوده که کسی متوجه نشود و این خواهر بزرگوار را همچنان به او بزنند و نابود کنند و کسی هم متوجه نشود. حتی اونا رفتن تو بیمارستان رهایش کردند و گفتن این ما در روی خیابون پیداش کردیم آوردیم اونجا. خانواده شریف آقای مجید امینی اینجوری بیان میکنند که در واقع اگر برادرش هم راهش نمی بود هیچ، تمام کسی پیداش نمیکرد و کسی نمیدونست چه بلایی به سرش آوردند. اما خداوند متعال آنان را به گونه رسوا کرد و به گونه آنان را مفتضح کرد و دروغهای 43 ساله‌ای که دارن با مردم دروغ میگویند به گونه هویدا و آشکار شد که دوستداران خودشونم اونها را قبول ندارند. اونایی که با اونها معتقد بودند به اون یعنی ایدئولوژی که اونا دارن باور داشتند، اکنون میدونن که اینها دروغگو هستند، یعنی برای هیچ شرم و حیایی ندارند از دروغگویی. میاین منکری را به قول خودشون میخوان نهی از منکر کنند، اما با انجام منکری بدتر از اون منکر. آخر یکی از شروط امر به معروف و نهی منکر این است که یعنی شما اون نهی از منکر به گونه ای نباشد که منکر بدتر از اونی انجام بدهید، ولی اونا دارن منکر 1000 برابر بدتر از اون انجام دادند. این کاری که او مرتکب شده فوقش یک گناه صغیره است، یک گناه صغیره بیشتر نیست. اون که سرش لخت نبوده کاملا، یک ذره موی سرش پیدا بوده وگرنه هیچ دیگری نداشته، لباسش که مشکلی نداشته به کلی. در نتیجه از نظر دینی من یک نکته دیگر را میخواهم خدمت مردم شریف ایران بیان کنم و آن این که اولا ما مسلمان هستیم، اما این که ما مسلمان هستیم ما این نظام فاسد را قبول نداریم، چون این نظام فاسد مسلمان نیست، واقعا دروغ میگوید، واقعا نه خدا را قبول دارد، نه پیامبر خدا را قبول دارد، نه اسلام را قبول دارد و فقط کارش این بوده تا در طول این 40 و چند سال تنها اسلام را منفور کرده و زشت و بد جلوه داده جلوه تمام دنیا. یعنی اونایی که هم اعتقاداتی داشتند الان دیگه ندارد. مگه چرا این مردم الان میان حجابایشون را میسوزانند؟ به خاطر اینکه این جنایتکار میگه من مسلمانم، من نماینده خدا هستم بر روی زمین، من نماینده امام علی هستم. آخه تو جنایتکار هستی. والله به خداوند قسم، به خداوند بزرگ قسم، تو
تو نماینده شیطان هستی و نماینده ابلیس هستی و نماینده مطلقا نه امام علی و نه امام حسین و نه امام جعفر صادق که اینا همشون پیروان خدا و رسول بودند. پیرو هیچ کدوم از اینا نیستید. قطعا که شما خودتون پیرو نه قرآن هستی نه سنت پیامبر. تنها چیزی که ادعا میکنید امام جعفر صادق است و امام علی و امام حسین و فاطمه زهرا. به خداوندی خدا در اون موردم دروغ میگویید و دروغگوترین انسان هستی و آمده اید اینها را جلوه مردم زشت و منفور کرده اید. در نتیجه ولی من یک یادآوری برای ملت شریف ایران و مخصوصا مردم عزیز کردستان و مخصوصا مردم کل اهل سنت در ایران و به صورت کلی اونایی که پای دین را قبول دارند و که 90% مردم ایران شاید بگویم بیشتر از 90% میگن ما مسلمان هستیم. وقتی که رمضان فرا میرسد همه هم روزه میگیرند، مسلمان هستند، نماز میخونند، عبادت میکنند، مشخصه همه میگوین ما مسلمان هستیم. پس ما مسلمان هستیم، حجاب هم اسلام فرموده، خدا فرموده. خداوند متعال در قرآن در سوره احزاب آیه 59 به پیامبر خدا دستور داده. دقت کنید در این لفظ میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. این آیه به صورت واضح بیان می کند که می فرماید ای نبی، ای پیامبر خدا، به همسرانت بگو، به امهات المؤمنین، مادران مؤمنان. اونا نمیتونن حتی این آیه را برای مردم تبیین کنن، چون در این آیه اگر اون آیه را تبیین کنن باید بگوین امهات المؤمنین، یعنی اولین کسانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان دستور داده که حجاب را رعایت کنند که بودن امهات المؤمنین. و بعد از امهات المؤمنین یعنی همسران پیامبر علیه الصلاة والسلام و رضی الله عنهن و بناتک، و بعدا به دخترانت هم بگو، رضای خدا هم بر اونا باد، و نساء المؤمنین، و به زنان اهل ایمان هم بگو، به زنانش که اهل ایمان، به مؤمنان، به زنان مؤمنه هم بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، تا جلبابهای خود را بر خود بپوشانند. دیگه جلباب حالا در اون روز مثلا جلباب یک عبایی بوده، امروز یک چادری باشد یا اصلا بدون چادر، همون یک لباسی مثلا مانتویی که انسان میپوشد کافی است، یک مانتو بپوشد و زیرش هم شلوارم پوشیده باشد. مانتویی میپوشید و یک روستریت میاندازید، سر میپوشانید، گردن و سینه و گردن پوشانیده میشود که در سوره دوباره مؤمنون خداوند متعال به این مطلب را اشاره میکند که قل للمؤمنین یغض من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. بعدا دستور میدهد که فلیضربن بخمورهن علی جیوبهن، خمارهایشان، سرپوشهایشان، گردنشان را بپوشانند، تمام، تا سینهشون هم پیدا نشود. یعنی اون چیزی که باید پوشانیده شود خداوند متعال بیان فرموده این وظیفه مسلمان است. حالا امروز کسی که میخواهد اعتراض میکند و تظاهرات میکند و میآید بیرون، معنیش این نیست که شما بیایید به خاطر این که تظاهرات کنی حتما روسریت را بیاندازی. نه، با همون روسری شما بیا مخالفت کن. مگر ندیدی امروز در دانشگاه الزهرای تهران دانشجوهایی که اونجا معمولا جمع میشن معمولا افرادی هستند که معتقد هستند به همون اصول و ایدئولوژی که این نظام فاسد بر آن هست، ولی اونا بودند که آمده بودند مرگ بر دیکتاتور میگفتند. شما میتوانید با همون حجاب دینی بگویید مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر این نظام فاسد. این نظام اسلامی نیست، شیطانی است. من گفتم به خداوندی خدا قسم
اینها نماینده شیطان هستند، نماینده ابلیس هستند، نه نماینده خدا، نه نماینده امام علی، نه نماینده امام مهدی، نه نماینده هیچ انسان درستی نیستند. اینها نماینده ابلیس و شیاطین جن و انس هستند. یعنی شیاطین جن و انس بدتر از این پیدا نکردند که در این مرکز خاورمیانه بگذارند و به عنوان یک غده سرطانی. الان شما نگاه میکنید در تمام کشورهای دنیا، این تمام اروپا، تمام امریکا، هیچ کدوم انگار ککی هم اونا را نگزیده و نمیگزد. مردم ایران رو نمیبینند چون میخواهند این غده سرطانی وجود داشته باشد. نمیخواهند، یعنی شما منتظر این باشید که از خارج کسی بیاید این جنایتکارها را بردارد، کسی نمیآید. باید خود مردم شریف ایران بلند شوند و قطعا این غده سرطانی را از این پیکر خود بیرون بیندازند. اینا دیگه یک غده سرطانی بدخیمی هستند. در نتیجه منتظر این باشید که قدرت‌های بزرگ همه منافق هستند، همه دروغگو هستند. تنها اون چیزی که میخواهند برای خودشون میخواهند. حقوق بشر فقط برای خودشون است، دموکراسی فقط برای خودشون است. نمیخواهند در هیچ جای دیگری این چیز وجود داشته باشد. باید خود مردم تلاش کنند این جنایتکاران را به عقب برانند و آنان را سرنگون کنند. در نتیجه توصیه من این است زنان مسلمان نیاین عکس العملشون این باشد روسری هایشان را بیرون بیارند یا بسوزانند، بلکه بیان با همون روسری بگویند لعنت بر خامنه ای، با همون روسری بگویند نفرین بر خامنه ای، با همون روسری بگویند لعنت بر ولایت فقیه، با همون روسری بگویند لعنت بر این نظام فاسد. بله، همون روسری داشته باشید مانند فاطمه سپهری، این زنی که واقعا از 1000 مرد شجاعتر است، که با همون حجاب خودش داره میآید و تمام. امروز شنیدیم که ظاهرا ایشون را بازداشت کردند. امیدوار هستم خداوند متعال توفیق ایشان را بدهد و اون جنایتکارانی که او را گرفتند اونا را ذلیل و خوار و ذلیلتر و خوارتر کند. و من برای تمام کسانی که در این حوادث جان خود را از دست دادند به تمام خانواده هایشان تسلیت عرض می کنم و به تمام ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم و امیدوار هستم با تداوم این تظاهرات و این تظاهرات مسالمت آمیز با قوت ادامه پیدا کند که به انشاءالله به سرنگونی این نظام فاسد بیانجامد که اکنون ترس در وجود آنها قرار گرفته است، رعب و وحشت در درونشان قرار گرفته است. در اینجا همه شما را با خداوند بزرگ و ذوالجلال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.